سلام و عرض ادب خدمت دوستان نهایت عزیز، مبارزین، روشنفکران. کرسی دولت مربوط میشه به ملت که این بار سنگین را به دوش کی میسپارد. من از طرف هیچ گروهی که بر دامن همسایگان تکیه از منافع آنان بهره میبرند سخن نمیگویم. من به عنوان یک جوان و به عنوان یک شهروند افغانستان از جانب جوانان تحصیل کرده این سرزمین صدای مردم را بلند می‌کند. طالبان خواستاری شدند که با مخالفین سیاسیشان نشست کنند. کدام مرجع معتبر بین المللی میتواند تضمین کند که مخالفان سیاسی این گروه حاکم با ورود به کابل جهت گفتگو و رایزنی برای حل بحران از امنیت جهانی برخوردار خواهند بود و در صورت عدم توافق بدون گروگانگیری سالم از افغانستان خارج خواهند شد، در صورتی که این گروه قوانین را همیشه نقض کرده. این را همه بدانند تا زمانی که مردم افغانستان خود تصمیم گیرنده نهایی در مورد سرنوشت این سرزمین نباشند، چرخه تحولات سیاسی و ناآرامی ها ادامه خواهند داشت. باید اجازه داده شود که مردم افغانستان آزادانه تصمیم بگیرند آیا فراریان را میپذیرند یا گروه حاکم فعلی را و یا ایده جدید دارند. مردم خواهان انتخابات هستند که مسئولین را برای راس دولتشان انتخاب کنند که پیش از این در قدرت نبودند و بخصوص دستشان به فساد آلوده نبوده و در خون ملت متورط نشده است. هیچ کس نتوانسته و نخواهد توانست به زور بر این ملت حکومت کند. حکومت دیکتاتوران بقا ندارد. امنیت منطقه‌ای، روابط بین المللی، اقتصادی، سیاست های داخلی طالبان، مداخله یا پافشاری بین المللی، ظهور مقاومت های داخلی و منطقه‌ای، هیچ کدام از این سناریوها قطعی نیست و وضعیت میتواند در هر زمان تغییر کند. از مردم عزیز افغانستان میخواهیم که متحد و منسجم شوند و برای آینده خود و فرزندانشان تصمیم بگیرند و اداره دولتشان را به دست کسانی بسپارند که به صلاح کشور عزیزمان میدانند. تنها با این انتخاب آگاهانه میتوانیم یک افغانستان آزاد، آباد و مرفه داشته باشیم. بریده باد نفس آنان که وطنم را ناامن میخواهند. با عزت باشید.